پدر سینمای روایی دنیا کیه؟ سلام به فیلم فولیو، خوش اومدین. خیلی خوشحالم که امروز دوباره در خدمتتونم. امروز میخوایم در مورد یکی از شخصیت‌های خیلی مهم و بزرگ توی تاریخچه سینما صحبت کنیم. یک کارگردان آمریکایی که به خاطر تلاش‌هایی که کرده توی دوران کاریش اون رو به عنوان پدر سینمای روایی دنیا میشناسن. دیوید وارک گریفیث. یه ذره اول میخوام از زندگی نامه این شخص بهتون بگم. 22 ژانویه سال 1875 توی یک مزرعه در ایالت کنتاکی امریکا به دنیا اومد. پدرش سرهنگ جنگ داخلی آمریکا توی سال 1861 تا 1865 بود و خب حالا بذارین یه ذره از جنگ هم بهتون بگم چون دلیل داره، میخوام حالا بعدا متوجه میشین که چرا میگم. جنگ داخلی آمریکا همونطور که گفتم از سال 1861 تا 1865 بین ایالت‌های شمالی حالا موسوم به اتحادیه و ایالت‌های جنوبی آمریکا موسوم به کنفدراسیون برگزار شد، اتفاق افتاد. پدر گریفیث هم سرهنگ ارتش کنفدراسیون بود، یعنی جنوب امریکا. توی این جنگ حالا دلیلی که واسش توی تاریخ گفته میشه به خاطر مسئله بردهداری و حالا یه جورایی مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی و اجتماعی بوده. اون زمان شمال آمریکا بیشتر بر پایه صنعت بوده و جنوب اقتصادش بیشتر بر پایه کشاورزی بوده و اونها جنوبی ها خیلی وابسته بودن به برده ها، اما شمالی ها خب مخالف این مسئله بودن و میگفتن که اونها هم باید آزاد باشن، باید توی یک شرایط آزادی بیان کار بکنن و اینجور دست مباحث. حالا به خاطر این مسئله جنگی در میگیره، اون جنگی که حالا اگر که برباد رفته هم شما دیده باشین، در واقع اون جنگی که اونجا اشاره شده و توی فیلم بوده همین جنگه. حالا اونجا جنگی اتفاق میفته و در نهایت این جنوب بوده که مغلوب میشه، یعنی در واقع همون قسمتی که پدر گریفیث هم توی ارتشش بوده. جنوب مغلوب میشه و حالا اتفاقات بعدش یک سری خرابی های پیش میاد و به یک دورانی میرسه، دوران بازسازی و اینجور ماجراها. پدر گریفیث بعد از این جنگ خب خیلی دچار مباحث روحی میشه. خب به هر حال شکست خورده بود توی اون جنگ و برمیگرده، حالا با خانواده زندگی میکنن و اینها. خانواده هم یک مقداری درگیر فقر و چالش‌های مالی و اینها بودن. متاسفانه گریفیث موقعی که 10 سالش بود پدرش رو از دست میده و حالا اون شرایط فقر و اون مباحثی که درگیرش بوده خب خیلی بیشتر میشه، اون فقر سنگین‌تر میشه و اون مجبور میشه که حالا بیشتر توی مزرعه خانوادگیشون کار بکنه و به خانوادهش کمک بکنه و متاسفانه نتونست تحصیلات رسمی و خیلی خوب ادامه بده و بیشتر حالا دانشی که داره از مطالعات شخصی بوده که داشته. خیلی هم حالا چیزی که توی تاریخ اومده اینه که به آثار چارلز دیکنز خیلی علاقه داشته. گریفیث توی دوران نوجوانیش به یه شهر بزرگتری توی حالا کنتاکی میره و اونجا تصمیم میگیره که توی عرصه هنر فعالیت بکنه. اولین کاری که میکنه خب وارد عرصه نمایش و تئاتر میشه، وارد عرصه بازیگری میشه، ولی متاسفانه خیلی موفقیتی به دست نمیاره اونجا توی عرصه حالا بازیگری صحنه. بعد از اون یک مقداری کار نمایشنامه نویسی اینجور کارا هم میکنه، ولی متاسفانه خیلی از نمایشنامه هایی هم که مینوشته توسط ناشرا رد میشده و خب همینطور هی موقعی که میرفته جلو هی موانعش بیشتر بودن. توی حدود سال 1907 یعنی تقریبا 12 سال بعد از تولد سینما گریفیث به نیویورک مهاجرت میکنه و اونجا دوباره اول تصمیم میگیره که حالا به عنوان نویسنده فعالیت بکنه، ولی خب باز هم به موفقیتی نمیرسه متاسفانه. بعد وارد یک کمپانی میشه به اسم بایوگراف. اگر که حالا اون ویدیوی مربوط به زندگی نامه فلورنس لارنس رو هم ببینین متوجه میشین اینا توی همون کمپانی یک جایی با هم دیداری هم داشتن و با هم کار کردن. توی کمپانی بایوگراف گریفیث اول به عنوان بازیگر شروع به فعالیت میکنه و اونجا حالا یک کمی بعد از این که توی عرصه بازیگری داخل سینما فعالیت کرد متوجه میشه که در واقع علاقه اصلیش به کارگردانی بوده و توی یه حد فاصله خیلی کمی
تصمیم میگیره به عنوان کارگردان دیگه به صورت جدی کار بکنه و از اون به بعد تا حدود سال 1913 گریفیس حدوداً 400 تا فیلم برای کمپانی بایوگراف میسازه. 450 تا فیلم. و اینکه حالا میگم 400 تا فیلم هم تعجب نکنین، چون توی اون دوره فیلم ها هنوز صامت بودن و فیلم ها خیلی کوتاه بودن، یعنی امکانش وجود داشته که توی حد فاصله 1907 تا 1913 یه کارگردان بتونه 400 تا فیلم بسازه. حالا میخوام بگم که چرا گریفیس خیلی شخص مهمیه توی تاریخ سینما. توی اون دورانی که گریفیس این فیلم ها رو میساخت، دست به آزمایش و توسعه تکنیکایی داد که تا اون موقع خیلی به صورت ابتدایی وجود داشتن و یه جورایی میشه گفت که تلاش های اون خیلی کمک کرد و یک جورایی تست کردن اون تکنیکا، آزمایش کردن اون تکنیکا باعث شد که کم کم استانداردهایی توی فیلمسازی شکل بگیره. یه سری از کارهای خیلی خلاقانه‌ای که توی اون دوره میکرد، ببینید اون دوره هلوهوش مثلا سال 1900 تا 1910 و یه ذره قبلترش، فیلم ها خیلی جنبه تئاتری داشتن، یعنی نماها خیلی نمای ساده‌ای بود و اونقدر نمیشد یه جورایی مرز گذاشت بین سینما و تئاتر. ولی خب یه شخصی مثل گریفیس اومد کم کم خلاقیتش رو وارد این عرصه کرد. مثلا از نورپردازی، از تکنیک‌های نورپردازی استفاده می‌کرد، خیلی نماهای دراماتیکی استفاده می‌کرد، از نماهای مختلف، از قاب‌بندی‌های مختلف استفاده می‌کرد، قاب‌بندی‌های دراماتیک، یا مثلا نماهایی مثل نمای کلوزآپ که خیلی مرسوم نبود توی اون دوره. توی اون دوره یه جورایی کارگردانا میشه گفت میترسیدن که خیلی به سوژه نزدیک بشن. اون خیلی خوب از نمای کلوزآپ استفاده میکرد واسه نشون دادن و حالا اون حسه. و دیگه کارهای دیگه مثل تکنیک‌های تدوین، اون خیلی جالب و جذاب. حالا میگم توی آثارش که ما دو تا از آثارش که معرفی کنم، خیلی خوب از تکنیک تدوین موازی استفاده کرد. اونم توی چه دوره‌ای، چه سالی، موقعی که اصلا تکنولوژی آنچنان وجود نداشت. یه سری سینماتوگراف، یه سری تجهیزات فیلمبرداری خیلی ابتدایی وجود داشتن. اون از تکنیک‌های تدوین استفاده کرد و خب همین کارهایی که میکرد، همین تکنیکایی که تست کرد و استانداردهایی که بعد از اون ساخته شد، خیلی کمک کرد به شکل‌گیری یک جورهای زبان سینما. میشه توی همون مستند The Story of Film که داشتم میدیدم، موقعی که به گریفیس رسید خیلی چیز جالبی گفت یه جورایی گریفیس بود که روح رو در سینما دمید. حالا میخوام برسم به یکی از جنجالی ترین نقطه های زندگی گریفیس، در مورد یکی از فیلم هاش صحبت کنم که توی دوره خودش خیلی سر و صدا به پا کرد. توی حدود سال 1915 گریفیس یه فیلمی ساخت که توی دوره خودش هم یک شاهکار سینمایی بود و هم یکی از بحث برانگیزترین و چالش برانگیزترین فیلم‌های تاریخ سینما. اسم این فیلم تولد یک ملته و من میخوام توی 2-3 جنبه مختلف این فیلم رو بهتون معرفی بکنم. پیشنهاد میکنم این فیلم رو ببینین، خیلی جالبه. این فیلم تقریبا 3 ساعته و اصلا توی اون دوره ساخت یک فیلم 3 ساعته باز خودش اصلا یک شاهکار بزرگه، چه برسه این که حالا بخوایم در مورد تکنیکا و از نظر هنری بخوایم اونو بررسی بکنیم. من حالا میخوام از یه جنبه دیگه فیلم رو بهتون معرفی بکنم. ماجرای این فیلم از این قراره که دو خانواده رو معرفی میکنه. یک خانواده از شمال امریکا، همون جریان جنگ و اتحادیه‌ای که گفتم، و یک خانواده از جنوب امریکا که اینها خیلی رابطه خیلی خوبی داشتن با هم و خیلی با هم خانواده اوکی بودن، تا اینکه اون جنگ داخلی آمریکا پیش میاد. یعنی همون جنگی که گفتم، حد فاصله 1861 تا 1865، تا اینکه یک جنگی به وجود میاد و توی اون جنگ هم نشون میده که خب شمالی ها پیروز میشن و موقعی که شمالی ها پیروز میشن و برده ها آزاد میشن، اینجا حالا شروع میکنه یک تصویری نشون میده که خب بعدها خیلی انتقادات زیادی بهش شد. این فیلم خیلی فضا رو داره نجات پرستانه نشون میده، یعنی اینکه شمالی ها به خصوص سیاه پوستان رو
خیلی داره آدم‌های یک جورایی خطرناک برای جنوب نشون میده. مثلا توی یکی از صحنه‌هاش نشون میده که یک زن سفید پوستی داره فرار میکنه و حالا یک سیاه پوستی دنبالش و اون زنه مجبور میشه خودش رو از یه جایی بندازه پایین و به خاطر اینکه حالا گیر اون سیاه پوسته نیفته. یا اینکه مثلا توی یکی دیگه از صحنه‌هاش اینطوریه که یک مجمعی حالا سیاستمدارای نشستن و سناتورای سیاه پوست نشون میده که خیلی آدمای در واقع یه جوری میشه گفت که اصلا هیچی واسهشون مهم نیست و وسط اونجا دارن مشروب میخورن و اینجور داستانا و یک جورایی فضا رو یک جوری نشون میده که انگار شمالی ها به همراه برده ها میخوان جنوب رو خراب بکنن، آمدانه میخوان جنوب رو خراب بکنن. کلا فضای فیلم اینطوریه که سیاه‌پوست ها خیلی نجات پرستانه نگاه شده، سیاه‌پوست ها خیلی خطرناکن، نباید اونها رو آزاد بذاریم و از این جور دست ماجراها. و بعد توی ادامه فیلم، یعنی همون دوران بازسازی و اون درگیری ها و اون مشکلات و اینها، نشون میده که یک گروهی به اسم کوکلاکس کلن وارد میشه و حالا جنوبی ها رو از دست اونها نجات میده. حالا این نکته رو بگم، کوکلاکس کلن یک گروه نجات پرست آمریکاییه که بعد از در واقع جنگ داخلی آمریکا، یعنی همون بعد از سال 1865 توسط چند تا کهنه سرباز جنوبی، یعنی ارتش کنفدراسیون، توسط چند تا کهنه سرباز جنوبی تشکیل میشه و اینا شروع میکنن خیلی اقدامات نجات پرستانه انجام دادن علیه سیاه‌پوستا و خب خیلی سازمان افراطی بودن و به شدت آدم‌های نجات پرستی بودن و خب گریفیث میاد توی اون فیلمه این گروه رو یک جورایی ناجی نشون میده و اون شخصیت نجات پرست و اونها رو نشون نمیده، اونها رو خیلی آدم‌های مثبتی نشون میده. واسه همین بعد از اینکه حالا فیلم منتشر میشه، خیلی حالا انجمنهای حمایت از رنگین پوست ها و خیلی منتقدای زیادی میان به این فیلم خیلی انتقاد میکنن، خیلی این فیلم رو نکوهش میکنن، میگن که کارگردان این فیلم تاریخ رو تحریف کرده، اومده یک طور دیگه ماجرا رو نشون داده، اومده از یک گروه نجات پرستی حمایت کرده. و جالب بدونیم بعد از این فیلم یه جورایی توی همون دهه گروه کوکلاکس کلن دوباره میاد احیا میشه. اونها همون فکر کنم قبل از 1900 بود، الان دقیق تاریخش یادم نیست، قبل از 1900 یه بار از هم فرو پاشیدن و دوباره توی همون دهه میان شکل میگیرن و یک جورایی این فیلمی هم که گریفیث ساخت به شکل گرفتن اون گروه کمک کرد. خلاصه این ماجراها رو که بخوام بگم اینه که خب خیلی انتقاد شد، خیلی حمله کردن به این فیلم، حتی یه جاهای جلوش رو گرفتن پخش نشه، ولی خب فیلمه انقدر فیلم یه جورای خوبی بود واسه دوره خودش که حالا میخوام از این جنبه بهتون بگم که جالبه بدونین این فیلم توی زمان خودش پرفروش ترین فیلم تاریخ شد. بودجه فیلم هلوش $100,000 بود ولی فروش فیلم حدوداً $50 میلیون بود. حتی توی یک سری از شهرها تا ماه‌ها می اومدن این فیلم رو اکران میکردن و بعد حالا این فیلم انقدر خوب بود، انقدر مخاطبها به این فیلم اقبال نشون دادن که قیمت بلیتش تا $2 هم رسید. و خب این خیلی نکات مهمیه. جدای از این که گریفیث توی اون فیلم خیلی اومد از تکنیک‌های حرفه‌ای، از تعداد زیادی بازیگر، خیلی خیلی فیلم بزرگی بود، خیلی فیلم پرخرجی بود، تعداد زیادی بازیگر، نماهای مختلف، استفاده از تکنیک‌های تدوینی و از این جور مباحث استفاده کرد و میشه گفت فیلم توی دوره خودش یک نقطه عطفی بوده توی تاریخ سینما، واسه اینکه بیاد در واقع حالا نشون بده به بقیه، به استدیوهای دیگه، به استدیوهای بزرگ که بیان برن به سمت ساخت فیلم‌های بلندتر، ساخت فیلم‌های روایی‌تر و شاید حقش باشه که بهش بگن پدر سینمای روایی دنیا، چون کارهایی که اون کرد توی اون دوره خیلی کارهای بزرگی بود. بعد از موفقیت فیلم تولد یک ملت، موفقیت تجاری منظورمه، تولد یک ملت، گریفیث اومد حالا یک فیلم دیگه ای ساخت که توی بخش بعدی اون فیلم رو هم بهتون معرفی میکنم و یه ذره در مورد پایان زندگی این کارگردان صحبت میکنم.
بعد از ماجراهای فیلم تولد یک ملت توی سال 1916 گریفیث یه فیلم دیگه ای میسازه به اسم اینتالرنس یا تعصب. گفته میشه که حالا گریفیث تعصب رو برای پاسخ دادن به اون انتقاداتی که توی ماجرای تولد یک ملت بهش شده بود ساخته. ماجرای این فیلم در واقع 4 خط داستانیه که هر کدوم توی یک سری دوره‌های تاریخی رخ میدن و هر کدوم به یک نحوی میخوان نشون بدن که یک جورای ریشه خیلی از ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها تعصبه و پایان این فیلم هم همش هر کدوم از خطهای داستانی به یک تراژدی ختم میشن و این فیلم از نظر هنری خیلی فیلم ارزشمندی بود، اما متاسفانه به موفقیت تجاری نمیرسه و از نظر تجاری یک شکستی محسوب میشه واسه گریفیث. بعد از فیلم تولد یک ملت گریفیث کم کم به یک دوران افولی وارد میشه. اون بعد از تعصب دوباره 2-3 تا فیلم دیگه میسازه تا سال 1920 و خب هر کدوم به اون موفقیت تجاری نمیرسن. گریفیث توی ساخت فیلمهاش خیلی هزینه‌های سنگین میکرد، دکورای بزرگ، بازیگرای زیاد و خیلی فیلم‌های گرونی میساخت حتی واسه دوره خودش و همین باعث میشد که کم کم هی شکست‌های تجاری پیدا بکنه و کم کم افول پیدا بکنه. در کنارش پیدایش استدیوهای خیلی بزرگ هالیوودی هم و سلطه اونا بر سینما هم باعث شد که کم کم یک کارگردان مستقلی مثل گریفیث کنار بره. اون حتی توی سال 1920 یک استدیو فیلمسازی مستقلی به همراه 3 نفر دیگه که فکر کنم یکیش هم چارلی چاپلین بود و اون استدیو هم متاسفانه میگم به نتیجه‌ای نمیرسه. کم کم حالا تا سال 1930 که دیگه دوره فیلم‌های ناطق میشه، گریفیث باز 1-2 تا کار ناطق دیگه هم میسازه. فیلم‌های ناطق یعنی همون فیلم‌هایی که دیگه دیالوگ توشون وارد میشه و یک جورای موسیقی فیلم توشون معنا پیدا میکنه و اینجور مباحث. تا قبل اون فیلم‌ها همه صامت بودن. گریفیث دوباره 1-2 تا فیلم ناطق میسازه و اینها هیچ کدوم با موفقیت تجاری باز نمیرسن و یک جورایی کم کم گریفیث از نظر حرفه‌ای افول پیدا میکنه. اما میشه گفت که با وجود این دوران افولی که داشته، تلاش هایی که گریفیث کرده توی تاریخ سینما برای توسعه تکنیکا، توسعه این هنر، یک جورای کمک به سینمای روایی و اون مرزبندیش با تئاتر و حالا یک جورای جرأت دادن به بقیه استدیوها، بقیه کارگردان‌ها برای ساختن فیلم‌های بزرگ، تلاش‌های این خیلی توی تاریخ سینما تلاش‌های ارزشمندیه و هنوز هم این شخص رو به عنوان یک کارگردان بسیار برجسته توی تاریخ سینما میشناسن. خیلی خوشحالم که امروز ما رو دنبال کردین. امیدوارم که از معرفی این کارگردان بزرگ لذت برده باشین. اگر حالا مشکلی، ایرادی بود یا جایی من اطلاعاتی اشتباه گفتم خیلی خوشحال میشم که توی کامنت ها بهمون بگین. لایک و سابم فراموشتون نشه. شب و روزتون خوش.